در یکی از ناحیه‌های شمال تاجیکستان، انیق‌ترش ناحیه دیوشتیچ، در استانه نوروز مراسمی با نام عید عروسان برگزار می شود که تعلق به چند روستای این منطقه است. در این جشن که همساله 8 مهر برگزار می شود، عروسان شرکت می کنند که از استانه نوروز گذشته تا آغاز بهار امسال عروسی کردند. ای بهار سبز و تر شاد آمده، ای جمال بحر و بر شاد آمده، تازه کاری ها را قربان شوم، گل به دامن گل به سر شاد آمده. چه خوش که لشکری فرخنده پی بهار عاطف و سرزمین تاجیکان با همه جوشش و سبزیش، کوشش و خوشایش قدم گذاشته ایستاده است. ساکنان سربلند ناحیه دیوشتیچ نیز از آمدن بهار الهام تازه گرفته ایستاده، همه آن عنعنه‌های نیکی که از گذشتگان تا به امروز به ما میراث رسیده است با آن ارج گذاری میکنند. این بوزا فقط دویره کتی به موزیک به وای دویره کتی خودم ما رقص و سرود کرده 3 روز بای میکردیم. ایدی 8 مارت میکردیم. خیلی هاشون گرام میبودن بن گلیم پرتوفته همون پزاک کرد یک شب تیاری کردم. من خیلی اینو اسمیو مواد پیشتر میبروندن همین خیلی بوزا برونده اصول میکردن. نوارسان خود را برای قبول مهمانان آماده می کنند. آنها بهترین لباس‌هایی را که برای عروسیشان تهیه کردند به تماشا می‌گذارند. سفره را نیز خود آنها می‌چینند. سال‌هایی که من 30 سال پیش عروس شده بودم، یک مراسم خوبی عید عروسان بود. در این عید مخصوص برای عروسان که این عید میشد تشکیل میشد، همه دختران به خانه‌های عروسان می آمدند برای دیدن خانه عروس، برای دیدن لباس‌های عروس. من فکر میکنم این مراسم جهت تربیتی دارد. جهت تربیتی از آن دارد که دختران به خانه‌های عروسان رفته آرزوی هوس میکردند که آنها هم با آبرو، با عزت و با نام نیک صاحب خانه در، صاحب انمیخه منزل، انمیخه لباس‌های زیبا گردند. خودم هم در دوره‌های کودکی هم به خانه‌های عروسان رفته با آنها با هوس نظر میکردم. پیشتر روی موچه چقدر بافت اگر نبافت میخندیدم. قاین خودم جنگ میکرد که وای او دید سوزان دستی نمیبره گل اوریت کرده. من بخمل میدوختم بورپش میدوختم توپی میدوختم چیروخ کرده صندلی و چیروخ کرده توپی دوزی جگ دوزی بخمل دوزی میکردیم. مرحله دیگری جشن عروسان در این منطقه از پذیرایی مهمانان عبارت است. آن را با زبان مردم این محل خانه گشتک میگویند که همان دید و بازدید است که در آن تنها زنان و دختران نورس شرکت میکنند. این موضوع از قدیم الایام موندگی یک عنعنه جدایی هم بسیار خوب. این هم هر سال 7 مارت برونده تپچه بعد امین خیلی تشکیلی میکنیم. عروسا همش خیش و تورک میبرد، نوز و نعمت ها برده موندگی هاشونه هم تقسیم کرده با هم دیده میخورن. بعد کلینو با آزمون میشد، همون کدام کلینو درباره خوشتومن گپ میزنه، درباره اویل دوری، درباره پختو پزی. انا همین آزمونای نقص از گذشتگیشون به همون توفه ها وای میکنیم، تیار میکنیم برای هوسمند کردنی کلینو. آینده دخترکو بیندو و یایم هوس کتی نقص خونه دار شود، خوشبخت شود. عید عروسان معمولا با آغاز سال نو ابتدا گرفته برای تجربه روزگار اندوختن نوعروسان و عنعنه‌های نیکی که ماماهای و بیبیهای ما داشتند با آنها دادن تجلیل کرده می شود. پیش از همه اهمیت خاصه آن در تربیه نوعروسان در بابت روزگارداری، در بابت صرفه و سرشته‌کاری و اینچنین عفت نازکانه مادرانه و خواهرانه را
به خود کسب کرده است. اوقاتکو تیار چیزی که گم خوب میگن چور اشکال بتون میکند بچه کن هم میکش خود و کلون عزت و حرمت میکند هم میکش خدا به 100 بار شکر کرده دوای جانوشانه کرده شتیم بیا من همینه کل کم کرد من همینه کل کم کرد دستکش در نکند الهیم فقط رزقای خورسنده به گردد بوده مهم دوای جانی همینا به کرده شتیم. طبق معلومات این مراسم با رقص و بازی به پایان می رسد. نفیسه هاشم واکی ماه قبل عروسی کرده است میگوید وقتی که کوچک بودم می دیدم که تازه عروسان چطور برای عید عروسان خود را آماده می کنند. من طی 3 ماه شد در این عائله خانه‌دار شدم. خیلی خوشبخت‌ترین به حساب می روم. در این عید من قلمه، محک، ترپوق، چکچک و توشبیره پخته آوردم. کوشش میکنیم که بهترین خوراکواری ها را به خانواده‌مان پیشکش نماییم. مرور زمان رو بینید که تلویزیون تاجیکستان عروسی خودم را نیز به نوار گرفته به تمام جمهوری پهن کرده بودند. امروز عروسی من هم به نوار گرفته شده ایستاده است. عید عروسی نازنین من از این خوشبختم و میخواهم که انا همین نوارها برای تربیه دختران یک نقش مهم بازد. آنها نیز هوس کنند، آنها نیز خوانند، آموزند، با آداب و به معنی گشته صاحب خانه در، صاحب همسر، آبروی اعتبار گردند. انا همین عید عروسان جهت تربیه نهایت خوبه داشت. هون همین عروسا نصیحت میکنیم که همین خراجات که همین اما که بیوید میگیرد می خدمت همون آدمای کن برای زندگی تا بهتر کردن گلدوزی کن مولت پای بچه تا مغز نگاه کن بچه تا کوچه ها و خاک و خاکولود نمون برای بهتر کردن زندگی حرکت زندگی کنو و پیش رو این دخترک پیش تو راه گفته ما مولی همین دخترکای نصیحت کرده راه نشون میدیم کلان سالو. از روی سرچشمه های تاریخی و اینچنین از روی گفته پیران روزگار دیده معلوم می شود که جشن تیپچه یا عید عروسان یک چند روز تجلیل کرده می شود. ابتدا نوعروسان بهترین نوعروسانی که در بین مردم علاقه بابت آداب روزگارداری یک افضلیت پیدا کردم در این مراسم شرکت ورزیده ایستاده از استعداد خیش بابت روزگارداری بابت آماده کردن خوراک‌های گوناگون به همدیگر سبقت میکنند. گرچند ما سبقت گفتیم لیکن این بها گرفتن آنها اولا از طرف خودسالان است. زلاله عطاالله وکی آموزگار است میگوید عید عروسان از نیاگان ما باقی مانده است. این رسم نشان میدهد که عروس باید چگونه در خانه مادر عروس رفتار کند، چگونه مهمانان را پیشواز بگیرد و به آنها احترام گذارد، یعنی عید تربیوی است. برای گذراندن انمی عید عروسان تا یک هفته تیاری میدیدن، پخت و پز های گوناگون میکردن. سمبوسه های الفین، اولی بهاری که هست سمبوسه های الفین تیار میکردن، هم در تنور هم در دیگهای آشتانی خورش های گوناگون تیار میکردن. توشبیره ها، سمبوسه های ورقین، سمبوسه های الفین و گوشتین و هر نمود میکردن که برای دسترخوان مانده آن رو آرایش میدادند. دخترکان در آمده هوس میکردند انا این کلین این عروس صاحب این هنر بوده است، چکچک های زیبا میپخته است، سمبوسه هاش به مزه بوده است. انا میخکر خلاصه براری میکردند. شخصا من 4 دخترم 4 دختر دارم، هر 4شم آموزگار. یک تاش اکوشر گینکال مامودویا
3 таш омӯзгор худам барин. Мана ҳамино ҳамаш худо бишкур мана дидид ҳами оилая. Вай сети дигараш ҳам ҳами хел. Фақат ман мегӯям хурсандӣ кунитон хонатон ба байту ғазалаша ман ба набиёритон. شما هم فرد و با میشتون خوشتومن شوهراتون که نفس ما مبین به چی میشیم برای همون 4 دختری من یگان با شکایت نمیبرد 71 دارم باشم هر سال همین آنانی 8 مارت های دخترکای بفوتیه و بورکش کرده سراشون با کرته و بورکش کرده گروه می اومدن سانی هر نمودای پخته بوزا و اومده اصول میکریم و ارتیست نبودو هم تو دستکی دایره زده زنکای اصول می داشتم. من خودم 26 سال باز کمیته محله باشم همین عروسای برآورده 26 سال باز رقص و بازی کننده همین کارای میکنیم. آرایش خانه، نگاه بینی فرزندا، نگاه داشتن عنعنه‌های نیکی که گذشتگان داشتن و اینچنین به حیاتی معاصر مطابق کردن عنعنه‌های کهن. این است اصالت و رسالت این جشن با نام عید عروسان یا تپچه غانچی. مردم با صدای سرنای و سرودخوانی به بزمگاه جشن عروسان می روند. دو دنبا کرده اصول کرده رقو کرده سانی منزلون می برفتیم بچه همه خیلی وظیفه ها بود حاضرم ها دوام داداست حاضرم همه خیلی 6 تا همه خیلی های کلین آمد سای کتی اسبی سفیدی بای کتی یار اسبی سفیدی بای کتی تخته شده یار تخته شده آن حضرت دخترش وقتش تیده یار وقتش تیده تگی چملق نانو قیماق کلین آیم بادام قواق یار بادام قواق یار بادام قواق رای حولی درختی زب کلین آیمی حولی زب یار حولی زب یار حولی زب. عید عروسان به لهجه مردم این محل تپچه یعنی تپه کوچک نام دارد و در دیگر منطقه های تاجیکستان برگزار نمی شود. تجربه آموزان خوب است. عروس‌ها دخترها برای انمین عید تیار می شوند. صاحب هنر می شوند. آرزو میکنند که من خود روی مالچه بافم و به دیگر دختران تقدیم نمایم. خود من همین خورش‌ها رو تیار نموده روی سر دسترخوانم مانده مهمانان رو پیشواز گیرم. این آرزو هوس کرده صاحب هنر میگردد دخترها. آدابشان رو نگاه میدارند. طرز رفتار، گفتار، حتی طرز سلام دهی عروسان با هوس نگاه کرده همین عروسان می آموختند. همون تجربه بزرگی که مادران سربلند ما دارند آن را برای نسل امروز و نسل آینده واگذاشتن است و از همین جهت جشن تپچه یا عید عروسان غانچی اهمیتی نهایت بزرگی تربیوی داشته ایستاده برای به دنیا آوردن عائله نمونوی و در یک وقت فرزندان سالم و صالح وطندار که آینده نامبردار نه تنها منطقه ما بلکه تمام تاجیکستان عزیز می شود مساعدت می نماید.
аз наврӯзи соли гузашта то имрӯз теъдоди зиёди гулдухтарон арӯсӣ карданд ва гурӯҳе аз онҳо имсол дар ҷашни арӯсони сокинони ин рӯсто ширкат доштанд. Ин ҷашн фақат иборат аз рақсу хурсандӣ ва гардиш нест. баъзе ҷавонону духтарон дар канори ҷашн ва хурсандӣ бахти худро меҷӯянд. ҳоло ҳам рафта келӣ мебинанд, нигоҳ мекунанд, пухтупаз мекунанд, хабаргирӣ меранд. ин хеле хуб аст ки онҳо ҳам мегӯянд ана ба маънӣ буд, соҳиби хонудар шуд, ана ҳунар дорад, дастархони пурнозу неъмат дорад, маҳсули дасти худро рӯи дастархон мемонад. махсус рӯзи модарон, махсус иди арӯсон, модарон ва духтарон давр гашта ҳама ҳамин хонаи арӯсҳо рафта ана ҳаминро дида омӯхта идашонро нағз мегузаронданд. агар духтаратон ба маънӣ бошад будааст ҳаёти ман, духтар ба маънӣ ба одоб бошад, шавҳари ваям нисбати хуштомани модари духтарам худи фарзандаш бой мешудааст ва домод ҳис намекард. писаратон келин ба ҳамин хел нағз шавад, келинатонам нағз мешудааст. ин таҷрибаи ҳаёти худам бачам. 4 келинамай мана 5-7 кас оили ман армиё рафтагӣ 4 келин кардам, ӯза якти дигараш монд, панҷумаш монд, 5 келинамай, 3 набера келинамай, 2 келини ва як писари май. ман як ҷое зиндагӣ мекунем, моҳон ба ғурбату ин хел баён нест. қалама мепазад, ном мепазад, ҳавасатон мебиёд, манам пухта омдагӣ инҷа бинидагар дӯзандагӣ мекунад. мисол мана 10 та говай мепояд, якта нӯвастаму 111,000 ба фурӯхтам. ҳамин сол 3 нӯваст пойдем, фурӯхтем, имсол бо 3 та зоидагӣ нар. як ҳадафи ин оини маҳаллӣ тарбияи духтарони ҷавон аст. ба ин сабаб мардум ин оинро то кунун зинда нигоҳ медоранд. اساساً نوعروسان شرکت می‌ورزند که نو به عرصه حیات قدم گذاشتند، نو عائله برپا کرده ایستادند و البته برای عائله‌های سالم و عائله‌های نمونه‌ای را به میان آوردن این جشن اصالت و رسالت خود را اجرا می‌کند گفته ما باوری داریم. خونی تو میگم من همین قدر مادری وای که فرزندم فقط دستش به کتاب حالی هم کتاب به همین دخترای من تلاش میکنن. با آداب شویتون، با اصول شویتون، یک تا ادر درو دگر عزت کنیتون، حرمت کنیتون، یک تا چوهی که در پیشکاشو مونتون بچم. اما نصیحت تمیم میفتم. 66 سالگی عمریم با. خدا به صد با شکر من کلین اگر وای کنه دگر دوست پیازی ذکر میتیم تو وازبین نکنه گفته دوست کشکش پوکر میتیم هوای تیار میکنه خنده بوده کار خورده شتی اما خیلی کارشتی میکن. به هر حال از میان دختران جوان که امسال در این جشن شرکت داشتند تا بهار آینده باز 10 نفر عروسی خواهند کرد و به این ترتیب این آیین در ناحیه دیوشتیچ از نسل به نسل گذشته و زنده باقی میماند. Kanda 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 banda 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 arusoba meze bado goshwari tanga tanga arusoba meze bado goshwari tanga tanga kokulon roboftem ba pushti sar partoftem kokulon roboftem ba pushti sar partoftem az miyoni kokulon ubayzar oyoftem az miyoni kokulon ubayzar oyoftem kanda 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 banda 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 arusoba meze bado goshwari tanga tanga arusoba meze bado goshwari tanga tanga arusoba meze bado goshwari tanga